بعضی میان خونتون میرن تا 6 ماه شما دعوا دارید، اینقدر طرف انرژی منفیه. با یک کریستال تهیه میکنید، یک کریستال توی خونتون میذارید اینجا. یه آقایی میاد، یه خانومی میاد امشب خونه شما 20 نفر امشب مهمان دارید، 20 نفر دعوت کردید، یک نفر از این 20 نفر حسوده. حسادت سیگنالاش مثبت یا منفیه؟ منفیه دیگه. این خانم یا آقا که نمیدونی کدومه، وگرنه راش نمیدادی. میشناسی کدوم نیست، چون درون آدمو خبر نداری، به خدا راش نمیدادی. به این کریستال با حس حسادت نگاه میکنه. میگن نگاه اول دریافته، تو نگاه اول شما دریافت میکنی، این حس میره تو وجود. اگر با این حس حسادت این حس رو تقویت بکنه در ذهنش، میگن چند صد برابر قدرت پیدا میکنه. اگر یک بار دیگه به این کریستال نگاه بکنه، القاء انرژی های منفی ذهن از طریق چشم. دفعه این کریستال تیکه تیکه شد. بزرگترا میگن چش خورده. اگر شی مقاوم باشه، همون لحظه چیش نمیشه، میبینی 3 روز بعد میترکه، مولکول‌هاش هی کار میکنه، کار میگیره، تو خونه نشستی لام میترکه، بشقاب دو تیکه میشه، میز وسط نصف میشه. این چشم. یه وقت ببینید که نه انعکاس دهنده از خودش چی نمیشه، میزنه قاب خونه میفته، میزنه بچه با صورت میره تو زیر زمین. این من به این زدم برای خود به بچه هست. حدیث داریم تا کاری محکم نشده است آن را به زبان ها نیندازید. خیلی حدیث قشنگی. میگه حسودها بیدار